واقعا مرگ چنین انسان‌های بزرگ چقدر سنگین است، چقدر دردآور است. امروز ملت بزرگ افغانستان این مرد آهنین را از دست دادند. متاسفانه مردی که با سختی ها مبارزه کرد، با فقر مبارزه کرد، پشت کار داشت، تلاش داشت و برای همه الگو بود. مردی که متاسفانه فقیر به دنیا آمد، فقیرانه زیست و فقیر هم از دنیا رفت. روحش شاد، یادش گرامی باد. قهرمان مرحوم علیرضا اساحی که در بخش پرورش اندام 2 مدال قهرمانی را کسب کرده بود در سطح جهان، نام افغانستان را یک دفعه در سال 2023 در کشور کره جنوبی و همچنان یک بار دیگر در سال 2024 در کشور مالدیو قهرمان شد و نام افغانستان را بر سر زبانهای کل مردم دنیا انداخت. واقعا از کجایش بگوییم؟ از قهرمانی هایش بگوییم، از فداکاری هایش بگوییم، از تلاش ها و پلان ها و برنامه هایش بگوییم که برای همه الگو بود، و یا از این که چه ناباورانه از بین ما رفت. چقدر دردآور است زندگی قهرمان های مثل این و امثال این، مخصوصا در افغانستان. واقعا دردآور است. افغانستان یک مملکتی هست که متاسفانه همه چیز بر مبنای قوم پیش میره، همه چیز بر اساس قوم پیش میره. یعنی قهرمانی یک قوم برای یک قوم دیگه هیچ اهمیت و ارزشی نداره. آنچه که خیلی دردآور است، آنچه که خیلی رنجاور است، این است که از روزی که مرحوم اساحی معروف شد و مدال های طلا را برای افغانستان رقم زد، همواره در مصاحبه های خود از درد می گفت، از فقر می گفت، از تنهایی می گفت، از بیکسی می گفت و هیچ کس در این ایام یار و یاورش نبود. کسایی که توانایی داشتند، توانایی مالی داشتند، حمایت های مالی و مادی و معنویش را از ایشان دریغ کردند. بازم میایم روی حرف قبلیم که متاسفانه از اونجایی که همه چیز در افغانستان بر محور قوم میچرخد، باز هم در بین هر قوم، هر قهرمان، هر شخص نخبه در بین قوم خود، باز هم اگر روابط حزبی نداشته باشه، اگر روابط فامیلی و خویشاوندی با یکی از بزرگای قوم خود نداشته باشه، باز هم قصهش مفت هست. هیچ کس او را اهمیت نمی دهد و به برنامه ها و کارها و فعالیت هایش ارزش قائل نمی شود. متاسفانه رهبران مردم هزاره، بزرگان مردم هزاره، تاجرین مردم هزاره هیچگاه این قهرمان مرحوم را حمایت نکردند، تشویق نکردند، حتی در کنارشان ایستاد نشدند. چرا؟ چون یا از حزبشان نبودند، یا از قوم و از هم قریه و هم قشلاقیشان نبودند، و یا روابط فامیلی و خویشاوندی و تایجوی و پشتجوی نداشتند. متاسفانه و یگان قهرمان و یگان ورزشکار و یگان نخبه را اگر حمایت هم میکنن، چون وابستگی های حزبی دارند که حمایت میکنند. اما انسان های مثل علیرضا اساحی و امثالی را
که هر قدرم لایق باشن، هر قدرم توانمند باشن، هر قدرم افتخارات کسب بکنن، باز هم اولا همون بزرگان قومش برش اهمیت نمیدهند. دوما در سطح کلان کشوری اگر فکر کنیم باز هم متاسفانه حالت به گونه‌ای هست که هر نظامی که میآید با تاسف که ممکن است در شعارها حرفای خوبی بزنن، اما در عمل میبینیم که عملهایشان چیز دیگری هست. متاسفانه امروز راشد خان ببینید، ستاره کرکٹ افغانستان به لحاظ تباری و قومی که با حاکمان مملکت نزدیکی دارد، او به یک جایگاهی رسیده است که آنطوری که مردم میگویند اگر راست باشد، میگویند که او ماهانه بیش از 8 لک دلار عاید دارد. چرا؟ چون حمایتش میکنند. کسانی که در حرکه قدرت هستند، چی در این نظام و چی در نظام قبلی، اینها حمایت های بسیار چشمگیر و آموتامی از راشد خان داشتند و دارند که او امروز در او مرحله رسیده است. اما مرحوم آساهی و امثالی و دهها قهرمان در بخش های مختلف که وابستگی های حزبی و قومی نداشتن و خواستن آزاد حرکت بکنن، مستقل حرکت بکنن و حرکت و هدف و اندیشهشان هم ملی بود و نه قومی، چنین آدم ها متاسفانه در مسیر راه میمانند. اینها هیچگاه حمایت نمیشوند، اینها هیچگاه تشویق نمیشوند. با تاسف نمونهش همین مرحومی که امروز در میان ما نیست و جایش شدیداً خالی است، روحش شاد، یادش گرامی باد. و امیدوار هستم که همه حالت هایی که در افغانستان وجود داره و سبب یأس و ناامیدی جوانان و نخبگان کشور ما میشه، این حالت از بین بره، یک حالت همدیگر پذیری به وجود بیاید، یک حالتی به وجود بیاید که که در هر بخشی که توانایی داره دست هموطن خود را ولو از هر قومی که هست بگیره و در اون صورت ما اون وقت به پیروزی های ملی و به پیروزی های کشوری دست خواهیم یافت. در غیر او ما هیچگاه یک ملتی که بتوانیم در دنیا آزاد و سربلند زندگی کنیم نخواهیم شد. همیشه و در هر جای و در هر کشور با ما به عنوان یک مهاجر خواهند دید، به عنوان یک افراد اشخاصی که گویا هیچ توانایی هایی در هیچ بخش نداریم خواهند دید و همیشه تحقیر خواهیم شد و همیشه توهین خواهیم شد و همیشه وطن ما و هموطنان ما دست کم گرفته خواهند شد. لذا یگانه راهی غلبه بر این مشکلات و چالش ها و کم لطفی ها این است که ما باید همدیگر پذیر باشیم و همدیگر در کنار خود بپذیریم و از استعدادهای همدیگر استفاده بکنیم و نخبگان همدیگر را نسبت به کسانی که از قوم ما هست، از خویش و خاله ما هستند اما توانایی های در بخش های مختلف ندارند ترجیح بدهیم. در آن صورت ما یک کشور مترقی خواهیم داشت و یک ملت سربلند. در غیر او همان خرک است و همان درک.